به نام خداوند مهربان. برادران گرامی هموطنان ارجمند در شما، من محمود فضل هستم. انشاءالله امروز در موردی در اسلام و استعدادهای فوجی در روسیه صحبت کرد و همچنین دیگر موضوعات انشاءالله صحبت کرد. شما روزتون خیر باشید، خیر باشد، اله همیشه و اثر بلند باشید. یک بار دیگر همه برادران و برنامه خودتون خوش آمدید. همچنین برادر بابا جان سلام علیکم. خوبی برادر؟ سلام عرض میکنم محمود جان، تشکر، سلامت باشید. راستی صدای شما یکم خوب نمی آید، نمیدونم کنده می آید برای من. شاید عیب اینترنتی من باشد یا از شما. اگر از بینندگان کسی اگر از بینندگان سوال کنیم که کسی باشد، اگر آواز من مشکل داشته باشد برادران خبر بکنن. نمیدونم برای چی. برادر شوکت جان شما هستین، آواز چطور است؟ خوبه آواز؟ به هر حال حالا صحبت شروع میکنیم. برادر بابا جان شما آواز من رو میشنوید؟ بله بله من میشنوم، یکم کنده میاد. بله حالا شروع میکنیم از مسئله همین بازداشت. شما حزب نهضت اسلامی، شما همچون سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون باز میگویند که آواز من مشکل دارد. باش من اینترنتی را فعال کنم. آواز چطور است برادر عزیز؟ آواز مشکل دارد؟ با فکرم خوب شد، شاید بهتر شده باشد. حالا یک کم صحبت کنید معلوم میشد. بله اینجا میگویند که آواز من چقدر خوب نیست. به هر حال حالا برادرای عزیز امیدواریم که این مشکل حل شود. برادر بابا جان مسئله همین شما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محکوم کرد بازداشتی میرزای حاجی محمد رو، اون پزشکی برای خاطر زیارت و عیادت مادر بزرگوار خود به تاجیکستان برگشتن. اون در روسیه کار میکرد و وقتی اونجا برگشت متاسفانه دوباره نتوانست به جای کار خود برگردد از تاجیکستان، مثل اینکه بعضی ورقهای لازمی را از او گرفتند. و به نظر شما چرا مثلا این حادثه حاجی محمد، این میرزای حاجی محمد خیلی که در نزد ما میرزا خان میگوییم مشهور است، سابق عضو ریاستی کلی حزب است و از 2015 هستند. دیگر همکاری را خودش پیش از این بستن حزب اعلام کرد که دیگر عضو حزب نیست و کارهای پزشکی مشغول بود و همچنین در مسئله کووید خیلی به مردم هم کمک کرد. اون یک گروهی در فیسبوک داشت کمک میکرد و هیچ کاری حزبی هم نداشت ولی در روسیه باز کار خود را، اون کار پزشکی را انجام میداد و برگشت برای عیادت مادر بزرگسالش و بعد نتوانست برگردد و روسیه به جای کار خود و همین خیلی بازداشت شد. به نظر شما چرا مثلا یک نفری که اینقدر مثلا خود را از نهضت دور گرفت و کارهای سیاسی نبود ولی این سابقهش بود باعث شد که بازداشت شد یا یگان چیز دیگری هست؟
اصلا ما بیایم در این قضیه میرزای حاجی محمد واقعا هم دو چیز است محمود جان. ما باید دو موضوع در این قضیه رو از هم جدا کنیم. یکی این است که میرزای حاجی محمد یک شخصیتی ملی است و یک شخصیتی است که واقعا هم میخواست به مردم خدمت کند و هر کسی به مردم خدمت کند طبیعتاً در جامعه مطرح می شود. و در زمان کووید ما دیدیم که میرزای حاجی محمد نه به سیاست ربط داشت، نه به کسی، با حتی هیچ ارتباطی با ما هم نداشت. مثلا اگر دقت کرده باشید در صفحه فیسبوکیش بیشتر مطرح میکرد قضیه را درباره کووید 19، درباره راههای درمان بیماری، به خاطر کمک به مردم، کمک به بیماران. و این خود باعث میشد که میرزای حاجی محمد در جامعه مطرح شود، شناخته شود. و وقتی که یک انسان شناخته می شود، مطرح می شود، طبیعت نظام دیکتاتوری همین است که هیچ کسی رو مطرح شدنش رو نمیخواهد و نمیخواهد که یک انسانی مطرح در جامعه بجز یک نفر وجود داشته باشد. این یک پهلوی قضیه است. پهلوی دیگه قضیه اگر شما دقت کرده باشید، از زمانی به اصطلاح یک حکمران شدن رحمانوف در تاجیکستان از سال 2015، حتی پیشتر از این هم بود تو یک حده، ولی به این شکل نبود. رحمانوف دست به انتقام گیری زد. اگر شما دقت کرده باشید، اکثریت کسانی که حتی در اونا هیچ ربطی به این قضیه ها ندارن، هیچ ربطی به هیچ حزب سیاسی یا به یگان چی ندارن، ولی چون در سالهای 90 اونها آزادی خواه بودند، سال 92 اونها در گروه آزادی خواهان بودند، مخالف رحمانوف و فرانت خلقی بودند، اینها را در سال 2015 به بعد یک انتقامگیری شدید شروع کرد و این انتقامجویی در بخصوص در همون شخصان عقده‌ای، دیکتاتورهایی که یک بگن که کامپلکسی خودکمبینی دارند، عقده خودکمبینی دارند، اونها در چهره همه دشمن خود را میبینند، در چهره همه رقیب خود را میبینند و برای همین حتی یک نفر اگر در سال 92 با او رقیب بوده است، مخالف بوده است، امروز میخواهد از او انتقام بگیرد و این حس انتقامجویی یک دیکتاتور خودکامه با تمام رده های پایین حکومت سرایت کرده است، تزریق شده است و به یک سیستم تبدیل شده است. و چگونه این را به سیستم تبدیل داده است؟ شما فکر کنید که تمام نیروهای قدرتی کشور امروز اجازت دارند که از بدون یگان بازپرسی، شما ببینید چقدر مثلا در کشور ما همین میلیتسیا، همین امنیت، به جای اینکه تامین امنیت کنند برای هر یک مردم تاجیک مایه خطر نگرانی اینا. مردم ما بیشتر از اون که از یک دزد و غارتگر بترسن، از میلیتسیا و امنیت تاجیکستان میترسن، از کگب تاجیکستان میترسن. اینو برای چی از بیشتر میترسن از اینا؟ با اون خاطر که اینها بدون هیچ دلیل میتونن هر کسی را بازداشت کنن، ببرن تهمت بزنن و روزها شکنجه کنن بدون دلیل. و این رو بارها ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، شاهدان کم نیستن در این باره. اینا هیچ کس رد کرده نمیتونه واقعا. و این روش، این سیستم سازی یک رژیم دیکتاتوری انا همین است. با انا همین نیروهای ظالم، در اصل این نیروها باید یک نیروهای تامین کننده امنیت باشند، ولی این نیروها را تبدیل میدهد به نیروی تامین کننده حکومت یک خانوادگی، یک دیکتاتور، و تنها به این راه از اونها استفاده میکند و جامعه رو با از طریق اینها میترساند. و همین چیز باعث شده است که مردم ما دیگر به هر کسی که در جامعه مطرح می شود، مثل میرزاخیل حاجی معطوف، در رو مقامات از پیش می شوند، این حتما یک چیز سیاسی دارد، این یک چیز دارد، و دیگر حتی از بالا رئیس جمهور باشد یا کسی دیگر، هیچ مقامی، حتی مقامات سودی، برای ما معلوم است دیگر که مقام سودی هم یک نفر است، قانونگذار هم یک نفر است، اجرایی هم یک نفر است در کشور ما. همون یک نفر نجات دهنده سیاره همکارای کشور ما شده است متاسفانه. و امروز مصیبت ما از انا همین است.
یک سیستم ساخته است که همه بر مقابل یک نفری که بخواهند به ملت خدمت کنند، بخواهند درباره قضیه های مختلفی که به نفع ملت است یک چیزایی را مطرح کنند و مطرح شوند، اینها می ایستند و از اونها همچون یک به اصطلاح دشمنی نظام معرفی می شوند این چنین شخصیت ها و می روند بیچاره ها به زندان و همچنین بازجویی می شوند. در نمونهش همین اکای میرزاقل که ما و شما می دانیم که اکای میرزاقل پیش از این که حزب بسته شود در سال 2015 وی از حزب خارج شده بود، عریضش رو داده بود، از حزب خارج شده بود، گفته بود من میرم دنبال کارهای مدنی و زندگی شخصیم. ولی چرا با وجود این از اون میآیند اون را در تاجیکستان بازداشت میکنن و چنین با اون مناسبت میشود، در حالی که غیر از این بارها مقامات تاجیکستان اعلان کردن که با کسانی که و دیگه از 2015 و بعد به هیچ مسائل سیاسی دخل ندارند، به حزب سیاسی ربط ندارند، آزادی میدهند و با اونا کار ندارن، اونا بتوانند در تاجیکستان آزادانه زندگی کنند. درست؟ میرزاقل حاجیمتوف یکی از همون هاست، ولی باز معلوم می شود که به وعده های حکومت دیکتاتوری نمی شود اعتماد کرد. باز همون وعده خلافی هست، همون فریب است، همون نیرنگ است و میخواهند که از همین راه حتی اگر یک زمان هم یک نفر مخالفت کرده است میخواهند از اون انتقام بگیرند که این متاسفانه در دراز مدت بر ضرر ملت و کشور ما خواهد. بسیار خوب برادر بابا جان، مثلا شما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیانیه‌ای که اظهاراتی که داد در همین مورد از همه اعضای سابق حزب نهضت و تمام مخالفین خواست که به تاجیکستان نروند، به مقامات باور نکنند و من چخیلی که میبینیم این مسئله دعوت شما از مردم، دعوت حزب نهضت از مردم برای باور نکردن به وعده های مقامات مثل که چندان یعنی تاثیر دارد، ولی یعنی کم باز میبینیم که به چنین موردها روبرو میشویم، یعنی مثل اکای میرزاقل عضو سابق میگردد، عضو دیگرها میگردند و به همین مشکلات ها روبرو میشن. به نظر شما چرا وقتی که همین سابق اعضای حزب نهضت و یا اونهایی که فعالیت سیاسی داشتن یا یگان لایک موندن باز به وطن برمیگردن، باز به وعده های حکومت باور میکنن؟ این چی است؟ چرا چنین؟ این اصلا از نگاه من این یک منتالیته تاجیکی است یا اینکه همون پسیکولوژی مردم تاجیک است که ما مردم طبیعتا مردم زود باور هستیم، میخواهیم با مردم تیز باور کنیم، بخصوص با اگر این افراد یک مقامدار باشند، شخصیت های مطرح باشند یا دامولا باشند یا یک چیزی باشند، با اونها مردم تاجیک معمولا تیز باور میکنند و فکر میکنند که اونها با اون وعده هایی که دادند عمل میکنند و مشکل پیش نمیاد. ولی متاسفانه مقامات امروزه تاجیکستان و طبیعت حکومت های خودکامه و بخصوص از رهبرانی که با جنگ سر قدرت آمدن چنین نیست. اونها بخشندگی یا اینکه گذشت یا اینکه نمیدونم این را نمیدونند. رحمانوف اگرچه اون اساس گذار صلح و وحدت و پیشوا و همه چی هم اعلان کردن، ولی نتوانست با وجود همه این نتوانست رهبری تمام ملت باشد. آمد در یک طرف قضیه قرار گرفت و یک گروه مردم را که مخالفی سیاسی یا فکری او بودن آشکارا خائن ملت و نمیدونم چی اعلان کرد و این نشان میدهد که یک دیکتاتور هیچ وقت نمیتواند یک موقع بالاتر از خودش نشان بدهد، یا جایگاه بالاتر از خودش نشان بدهد، موقع بالاتر بگیرد و بتواند تمام ملتش را سرپرستی کند. چنین کار از دست دیکتاتورها نمیآید. ولی مردم ما با این چیزا اعتماد میکنن، با این خاطر که مردم ما خودشان مردمی هستن که زود باور میکنن. ما همین که ما صلح کردیم نتیجه همین باورمون بود. ما با حکومت باور کردیم، صلح کردیم و مخالفین حکومت تاجیکستان 10,000 نیرو را آوردن سپاریدن، 10,000 اسلحه را سپاریدن به حکومت، چون که باور کردن میخواستن که واقعا هم در تاجیکستان صلح باشد و یک حکومت دموکراتی با وجود بیاید، نه پیشوا به اصطلاح
حکومت خانوادگی و خودکامه یک نفر، ولی یک نفری که از انا همین اعتماد و باوری مردم در اون زمان هم سوء استفاده کرده بود، مردم را فریب کرد، آورد، باز هم آمد وقتی که قدرت گرفت به همه وعده ها و تعهدات پشت پا زد و آمد حکومت رو خانوادگی کرد، یک عمری کرد، رفت و تمام اون کسانی که در اون روز در حتی به خاطر منفعت های ملت کشور اومدن گذشت کردن، صلح کردن، جانشون رو در خطر گذاشتن، امروز همه اونها رو بر زندان کرد. برای مثال شما میدونید که اکای محمد علی حیات چقدر جانبازی ها کرده است در این زمینه برای برقراری صلح، یا مثلا محمد علی فیض محمد، یا اکای سیف الله زاده، یا اکای سید عمر، یا داملا زبیدالله، اینها چقدر زحمت کشیده بودن برای صلح، یا همین زید سعیدوف. ولی چرا نمیتواند با اونها گذشت کند؟ بله، مثل که چی برادر بابا جان کمتر قطع شد. از برادرانی که حالا وارد شد میخواهند صحبت کنند خواهش میکنیم فقط اگر وقتی که نمیتواند اونها ببخشد. برادر بابا جان کمتر قطع شده بود چی شما همون مشکلی خط وجود داشت. یک زنگ اومد متاسفانه، بله زنگ داخلی بود. بله همین حالا برادرای عزیز، مسئله از همه مثلا یک چیزی که مهم است همین است که حالا که برادر بابا جان مسئله باور گفت، واقعا همین خیلی هست. ما در تاجیکستان تا سیاستمداران از مخالفین زید سعیدوف که مثلا اون در فرانسه بود، ولی به هر نوع و فند و فریب و مثلا وعده های پوچ که بیای ما شما نمیدونیم برگشت. حتی برادر عزت امان اون آمده بود در مرز بلاروس بود و بعد برگشت، باز گشت رفت به روسیه و دیدیم که بچه چطور برد می شود. واقعا هم ملت تاجیک همین مشکلی یک اعتمادی از حد زیاد یا باوری خوشباور است و این مثلا میداند که اونجا احتمال دارد مشکل می شود و باز میگردن میروند و وعده ها باور میکنند. ولی برادر بابا جان حالا مسئله اگر همین سابق عضوی حزب نهضت است، همین میرزا حاجی محمد خیلی که میرزا قل میگویم اونا بازداشت کردن و حالا 40,000 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40,000 عضو داشت. حالا سرنوشت اونا چی می شود و اونا را چیکار میکنن؟ یعنی در این مسئله اونها باید چیکار بکنن؟ شما که سخنگوی حزب نهضت اسلامی هستید. متاسفانه وضعیت چنین است. ما با اون اعضای داخل بودم در تماس هم نیستیم که دیگر وضعیت اونها را بدونیم. گاهی از رسانه ها یا از یک طریق شناسا یا دوستای اونها خشت براشون درک یا میفهمیم، خبر میشویم که کدام از اونها بازداشت شده است یا مشکل دارد یا بازجویی شده است، ولی واقعا هم ما نمیدونیم در شرایط فعلی که اون اعضای ما در چی وضعیت قرار دارند و این خیلی نگران کننده است. من شخصا به این مقامات باور ندارم که اونها را به حال خودشون بگذارند و این خیلی نگران کننده است که تقدیر اونها چی می شود، زیرا که قضیه میرزای حاجی محمد نشان میدهد که حکومت با یگان وعدش پایبند نیست. میرزای حاجی محمد بعد از سال 2015 در کشور بود، بعد به روسیه رفت، در روسیه همچون پزشک کار میکرد، شهروندی روسیه را گرفت، ولی با وجود این وقتی به تاجیکستان برگشت بازداشت شد. پس از کجا معلوم با اتهام ها و تهمت های دروغ دیگر اعضای دیگری که در داخل قرار دارند بازداشت نشوند و همه این امکان دارد. پس نمیتوان این را به صراحت چیزی گفت در این باره، چون که واقعا ما چون با اعضای دیگر تماس نداریم دقیقا نمیدونیم. مثلا چند پیش فهمیدیم که اسلام الدین فیض علی دیگر عضو ریاست حزب که در داخل قرار داشت
خارج نشده بود. همین چند سال پیش بود، یک دو سال پیش بود تقریبا، اونم بازداشت شد، زندانی شد. یا دیگرهایی که مثلا گاهی میشنویم که بعدا دستگیر شده و بازداشت میشوند و زندانی میشوند، ولی چیکار کنیم؟ حالا ما با اون مردم در تماس دائمی نیستیم، نمیتوانیم با اونها رابطه برقرار کرده و از وضعیتشون هم آگاه نیستیم و گاهی فقط از طریق رسانه ها آگاه میشویم. ولی در این که حکومت با اونها چی مناسبت میکنه، واقعا هر چی امکان دارد و از این حکومت هیچ چیزی بعید نیست و ما نگران هستیم واقعا از این وضعیت. ببین برادر بابا جان، همین آیا یک تناقضی وجود ندارد؟ مثلا محیدین کبیری رهبر حزب نهضت و رهبر پیمان در صحبتش میگوید که کجا روسیه میرید؟ در روسیه کار میکنید، شما بمانید در تاجیکستان، درست است؟ اینجا بمانید، وطن خود را آباد کنیم، مثال اونجا چیکار؟ یعنی همین خیلی دعوت ها است و در عین حال شما از تمام اعضای خود، سابق اعضای خود حزب نهضت و مخالفین خواهش میکنن که به محکومات باور نکنن و برگرد. یعنی همینجا یک ضد و نقیض نیست؟ اصلا مسئله این نیست، مسئله دعوت به کار کردن در تاجیکستان به تمام مردم است، به اعضای حزب نیست. اعضای حزب ما که در داخل هستند اونها دیگه هستند، یا زمان اعضای ما بودن دیگر اونها هستند، در کشور قرار دارن اونها. و واقعا هم مردم مگر باید همیشه همچون غلام دیگران در دیگر کشور کار کنند؟ و این طبیعی است، حق مردم است که از حکومت طلب کنند برای اونها جای کار تامین کنند. هر یک شخص حق دارد، هر یک مردم حق دارد که از حکومت خودش طلب کند که برای جای کار تامین کند، جای کار تشکیل کند و در اونجا کار کند، زندگی کند. ولی اونهایی که واقعا بیرون رفتند و در بیرون مشکل دارند، زمان مثلا بعضی اعضای ریاست بودن، مثلا دملو نعیم جان هیچ فعالیت سیاسی نداشت. اگر شما که خوب میدونید یگان فعالیت سیاسی نداشت، در روسیه فقط زندگی میکرد، دنبال کار و زندگی خودش بود. ولی دیدید که بالاخره حکومت کاری کرده، اون بازداشت کرده، دزدیده به تاجیکستان برگردوند. و از کجا معلوم دیگر اعضای ما که در روسیه هستند هم مثل دملو نعیم جان بازداشت و استرداد نشوند؟ و این مشکلات وجود دارد. مردم ما باید احتیاط کنند، چون که حکومت قابل اعتماد نیست یگان وعدهش. ولی اون مردمی که در داخل تاجیکستان هستند چرا از این حکومت طلب نکنند؟ در واقع یک چیز است محمود جان، اگر مردم ما در داخل تاجیکستان از این حکومت طلب کنند که براشون جای کار تامین کنند، حکومت دیگه وقتی اینا نمیآورد، میرود دنبال جای کار تامین کردن، دنبال مردم با معاش و با زندگی خوب تامین کردن، به فکر این میزنند، نه اینکه به فکر دزدیدن شهرونداش از روسیه باشد همیشه. و دیگه به این شاید فرصت و مبلغ پیدا نکند، اون مبلغی که برای دزدیدن عزت امان و دزدیدن دملو نعیم جان و دزدیدن اون رحمت جان محمد از گروه 24 که چند روز پیش دزدیده شد، برای اینها مصرف میکنند. بگذار البته دزدیدن میگیم، حاضر اونا ناپدید شدن رحمت جان محمد، ولی من نمیدونیم حالا اصل قضیه چی است، من معلومات ندارم شخصا. شاید فکر میکنم که بازم همین مبلغی زیادی برای اونم مصرف کرده است حکومت. با جای مصرف این مبلغ ها در این سمت، حکومت برود اون مبلغ ها را در جای صرف کند که برای مردم جای کار تامین کند، جای کار پیدا کند، تشکیل کند، زندگی مردم را بهتر کند، یک پنسیای مردم را بالا ببرد. تا کی میآیند با از طریق پول دادن، از طریق رشوه دادن، از طریق دیگر مخالفینشون را دزدی میکنن، مخالفینشون را فشار میارن، شهروندی اونا را بیکار میکنن. همه میدونند که اینو با کدام راه انجام میشود و این خیلی نگران کننده است واقعا. و اگر مردم در داخل تاجیکستان از حکومت طلب کنند، دیگر به این سمت مبلغ را مصرف نمیکنن، میبرند در داخل تاجیکستان حداقل برای مردم جای کار تامین میکنن، زندگی تامین میکنن، برای اون کم بغلایی که بی خونه هستن برای اونها حداقل یک کمک میکنن. پس دعوت شما با کسایی هست، با فعالانی هست که اونها در داخل یک کمی مشکل داشتن و اونها را وعده ای که هیچ نمیشود، همین یعنی خاص همونها هست؟ بله معمولا ما بیشتر در همین، همه میدونند کسانی که در حزب فعال بودن، در اعضای ریاست بودن، البته این حکومت به اعضای قطاری حزب هم رحم نکرده است.
من میدونم که خیلی از اعضای قطاری حزبم خیلی اذیت شکنجه شدگی هستند، ولی به هر حال دیگه اونها گذشت است مرحله به اصطلاح اون چی میگن رپرسی اونها گذشته است. اونها مشکلات بیشترش پس سر کردن، ولی اونایی که در خارج هستن مطمئنم که اونها اگر برگردند این همه چیز بالای اونها اثری نمیشه. تقدیری میرزای حاجی محمد، دوملو نعیم جان و دیگران بالای اونها تحمیل میشه. بسیار خوب. حالا که صحبت درباره روسیه شد و که اینکه اونهایی که مشکل دارن کوشش بکنن بر نگردن تا حد امکان از احتیاط کار بگیرن، واقعا این دعوتی منطقی هست و از این جامعه توانیم از تمامی اعضای سابق اعضای حزب و تمامی فعالان و مخالفین دعوت کنیم که به هر کسی که در تاجیکستان مشکل دارد و بعد محکومات از هر طریق میبرند میگویند شما بیایید ما شما را بخشیدیم و اینها باور نکنند و یعنی مثل همین میرزای حاجی محمد اکای میرزاخان می شود که باور کرد و رفت برگشت به نزد مادرش به زیارت مادرش و امروز نمانده اجازتش ندادن برگشتن و بعد اخیراً بازداشت کردن و باز فردا هم اگر باز مثل کسایی که مادراشون کسل میشن در تاجیکستان و خدای نکرده بعضیش از دنیا میگذارن، باز اینجا تهمت میزنن اونهایی که نزدیک حکومت هستن اینها بیرحم هستن و مثلا مادر خود در قصه مادرای خود اینا نیستن. این تهمت را نسبت استاد محیدین کبیری هم کردن، نسبت دیگران هم کردن و در این حال اونه که بیچاره برای با عیادتی مادری پیرانسال و مریض خود می رود و این خیرفتار میکند از همه شهروندانی که در گذشته فعالیت کردند یا عضو کدام حزب سیاسی بودند یا در یک برنامه های مخالفین شرکت کردند تا حد امکان از احتیاط کار بگیرند و به تاجیکستان برنگردند که احتمالاً سرنوشتی این اکای میرزا حاجی محمد این پزشکی عازق روبرو خواهد شد. برادر بوجان حالا که درباره روسیه صحبت کردیم، باز اخیراً خیلی که در سایت پیام نشر شد یک شهروندی تاجیکستان به نام عبدالحمید منیر که اون شهروندی داشت و شهروندیش بیکار کرده شد و همین دلیل های بسیار واهی و یعنی نادرست و بعد اونم به گفته ادوکاتش که اون برگشت و شما از این قضیه خبر دارید؟ مشکل او چی بود؟ مشکل این منیر عبدالحمیدوف که مثلا اون حکومت تاجیکستان استبداد کرد و مثلا یعنی خیلی حالا گفته چقدر مصرف کردن که اینا رو بگه یعنی شهروندیاش بیکار شود و برگردن به اونا استبداد کنن به تاجیکستان. اصلا شما ببینید محمود جان، برای این حکومت خیلی گفتم باز هم مثل همون قضیه چیز میموند، انتقام جویی است یک شکلی. شما ببینید این برادر منیر عبدالحمیدوف که شخصی است که پدرش در سالهای جنگ شهروندی از طرف فرانت خلقی به شهادت رسیده است و وقتی که این به شهادت رسیده است، این تمام باری دوشی زندگی به دوشی این منیر می افتد و می آید به روسیه و سال 2007 تقریبا شهروندی روسیه را می گیرد، در روسیه زندگی می کند، ولی مشکلش از جای شروع می شود که یک دادرش می خواهد به ترکیه برای کار یا برای چی میگن اون برای تمدید حجت ها معمولا می روند می آیند. در این باره شوکت جان بهتر می دونند چون در روسیه زندگی کردگی هستند و پیوست شدن با ما. وقتی که میخواهد برود در اونجا یک نفر دیگر هم با او بوده است و اون نفر باز اینا را نمیگذارند که به ترکیه سفر کنند. در اون زمانی که اوج قدرت داعش بود و همه سفرها به سوی داعش زیاد بود، در اون زمان بود تقریبا، و وقتی که نمیگذارند به روسیه به ترکیه برود، اون نفر رو به چگونه اون نفر دیگر باز فرداش به فرودگاه میرود، میخواهد باز سفر کند، نمیگذارند، اون استبداد میکنند به تاجیکستان. بعدا اون نفر که با این دوست شده است، شناس شده بود در فرودگاه،
میگه که این یک نفر دیگر هم با من بود، نام دادری یعنی همین منیر را میگیرد که میگه که این با من بود و برگشت به پیش برادرش رفت. ما اینا میخواستن چگونه که معروف است در تاجیکستان متاسفانه از همین قضیه داعش و افراطگرایی و اینا اینقدر این مقامات ما سوء استفاده کردن، اینقدر به ملت ظلم کردن که دیگر هیچ کس حتی باور کنید اگر مقامات تاجیکستان اسامه بن لادن رو بیارن اگر بگن که این جنایتکار است، مردم تاجیک دیگر باور نمیکنن. میدونید چرا؟ چون که از حد دروغ گفتن، مثل چوپان دروغگو شدن و چون که به نام افراطگرایی، به نام همین جنایتکاری با مردم اینقدر ظلم کردن، اینقدر جنایت صادر کردن مقامات که دیگه مردم به اونها باور ندارن واقعا. ولی اینها همین کار کردن. در اون روز هم همین تغییر مثلا این اومد و منیر وقتی که دید برادرش بازداشت می شود در اون و به تاجیکستان استرداد می شود، تمام تلاش رو کرد به سازمان های مدافع حقوق بشر، به سود اروپایی، به همه جا مراجعت کرد. وقتی این فعالیت رو کرد، این به مقامات تاجیکستان و به مقامات روسیه خوش نآمد و از همون جا مشکلات منیر شروع شد و بالاخره اونها آمدن دنبال شدن که وقتی که میخواستن این استرداد کنن و الا منیر در یگان فعالیت سیاسی نبوده است، به یگان حزب سازمان ربط ندارد. ولی برای استرداد او چی اساس پیدا کردن؟ مثل که در سامانه پیام هم خواندیم، گفتند نام کدام یکی از خویش نزدیکانش نادرست بوده است، نسبشون هم نامش نادرست بوده است. حالا این چه ربطی دارد؟ اصلا ربطی ندارد به این قضیه، ولی اساس نمیشه. ادوکات این منیر هم گفت است که این اساس نمیشه. ولی متاسفانه مقامات روسیه هم در این اواخر نمیدونم برای چی در یک بسیار حالت عجیب قرار دارد، یک خیلی با همکاری زیچ دارد با مقامات تاجیکستان و این میتواند در دراز مدت اعتماد ملت تاجیک را از روسیه سلب کند و این خیلی برای مطمئنا این حکومت خودکامه از بین می رود و حکومت دیگری روی کار می آید، ولی دیگر مشکل می شود که اون حکومتی می آمده و ملت تاجیک به روسیه اعتماد کنند و خوب می شود که حکومت روسیه با مردم تاجیک بیشتر همکاری و هم نوا باشد تا حکومت خودکامه که خودش هم میداند که مشکلی مردم تاجیک از دست همین حکومت است و نباید ما این مسائل را نادیده بگیریم. فکر میکنم حکومت روسیه به این قضایا این مسائل را درک خواهد کرد به زودی، ولی به فکر من سازمان های سیاسی یا حرکت های سیاسی تاجیکستان به خصوص پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24 و دیگر نیروهای مخالفین هم فکر میکنم اگر به حکومت روسیه از طریق مثلا این مسائل را گوش زد کنن یا این مسائل را برسانن برای آینده، برای همکاری های بعدی، برای فکری که در یک فکری همکاری آینده مقامات تاجیکستان و مقامات روسیه است، شاید به نفع ملت تاجیک باشد. بسیار خوب برادر بابا جان، خیلی که گفتید. پس یک آدم برای یک حکومت این هم یک جنایت است که خدای نکرده یک برادر و یک نزدیک وقت در مشکل میزند، تو برای رفع مشکل اون هم اگر کوشش کردی، این هم یک جنایت است برای حکومت. متاسفانه چنین حکومتی داریم که یعنی حتی نمیتونی که یک برادر در مشکل زد برای اون کمک کنی، برای اون مثلا از حق اون دفاع کنی. مثلا اون برادرش خیلی حالا گفتید، اون برادرش بدون یگان دلیل قوی 14 سال زندان کردن. وقتی که برادر 14 سال زندان هست، آدم میخیزد سعی میکند کوشش بکند. اینم برای این حکومتی واقعا یک چیز. خوش آمدید برادر شوکت جان محمد، تشکر که به این برنامه وارد شدید. برادر شوکت جان، شما که اکای میرزاقول بهتر میدونستید، چرا او چنین تصمیم گرفت؟ آیا نمیدونید که تاجیکستان میرود اون یعنی احتمالاً بازداشت میکنن و با چنین سرنوشتی روبرو میشود، یا بسیار خوشباوری کرد؟ سبب در چی است؟ اینجا دو ورسیه وجود دارد. اول پیش از همه سلام به شما و سلام به تماشابینانتان و تشکر به شما که به ما
فرصتی سخن کردن دادید. اینجا دو ورسیه وجود دارد. یک ورسیه همین است که سراول گفتی همون گپ‌هایی که امروز در رسانه‌ها میخوانیم، گویا که میرزاقل حاجی مطف یعنی میرزای حاجی محمد برای دیداربینی مادرشان رفتند و آنجا شهادتنامه‌شان را مقامات تاجیکستان شهادتنامه روسیه‌شان را شهروندی روسیه را داشتند، شهادتنامه روسیه‌شان را میگیرند و میگویند ما یک میسنجیم و باز شهادتنامه‌تان را باز پس میدیم، شما باز میگردید. اون کس اگر سنه 4 فوریه اگر خطا نکنم به تاجیکستان رفته باشند، یعنی میرزاقل شهروند روسیه بود؟ بله شهروند روسیه بودند. پاسپورت روسیه‌شان را در تاجیکستان مصادره کردگی است حکومت مقامات تاجیکستان. انا بعد اگر سنه 4 فوریه رفته باشند، آن کس طبق معلوماتی که ما داریم به سنه 19 فوریه یعنی بلیتی بازپس داشتند، یعنی بازگشت داشتند و مقامات امنیتی تاجیکستان میگوید که ما یک میسنجیم، بعضی از همین خواطری ها نسبت شما داریم، میسنجیم و حجتتان را میدیم، شما بازپس میگردید و اینک 4 ماه میگذرد و نهایت آن کس را سنه 22 می بازداشت میکنند. در بین این ما چند مقاله هاشون را دیدیم، مثلا گریم که درباره حتی کرونا ویروس از بین رفتن در تاجیکستان چند مقاله ها نوشتند و دیگه و هوکزا ها. از من به یک چیز دیگر اشاره میکنم، بعد اونکه ورسی دویم رو بگویم. جو گزینه یعنی ورسی گزینه دویم این است که من فکر میکنم میرزاقل حاجی مطف به پای خودشان به خواهش خودشان به تاجیکستان نرفتند و اون کس رو وادار کردند به اینکه به فرزندانشان به پیوندانشان بگویند که مادر بینی میروند، به دیدار مادر میروند، ولی فکر میکنم این رو مقامات امنیتی تاجیکستان با همین راهی که یعنی به هیچ کس دم نزنند و یک در اونجا حجت هایشان را میسنجند میبینند و یعنی اینکه از بالا فرمان شدگی هست همین فرمان را اجرا میکنند، یگان ضرر نمیرسونند و در مابین 10-12 روز به عقب میگردونند با همین وعده تو اینکه دیگه فرزندو خواطر نشوند، این چیزها رسانه‌ای نشود، این گپ‌ها رسانه‌ای نشود، با همین گفت و شنید مقامات اون کس راضی میشوند به همه این میروند و در اونجا در میمونند و از ورسی های که هست، گزینه هایی که هست، تلفن موبیلیشون کشیده گرفته می شود و با یک این دلیل من از کجاست؟ یک بار در باره یک چی همین خیلی تاجیکستان یک مقاله نوشتند که اونقدر به سبک خودشان راست نمی آمد و گفتند که ببخشید اینجا چند خطاها آمدگی هست، چون من تلفن خودم در دست خودم نبود، با تلفن یک برادرم نوشتم. گفتند یعنی با تلفن یک برادر چی ضرورت دارد که به اکانت خودت میدروی همین رو مینویسی؟ میشد میرفتی همین رو در خونه‌ات مینویستی بیگاهتر یا که دیرتر یا که بدتر فکرهایت رو جمع کرده. چی ضرورت داشت که تو همونجا میستی مثلا گریم با تلفن برادرت جو به جو یک مقاله دور و دراز مینویسی، مثلا گریم 2 صفحه 3 صفحه یا 1 صفحه و از این با این دلیل من گفته میتوانم که میرزاقل حاجی مطف رو یعنی خودش به دیدار مادرش نرفته، از این گزینه دویم است. او رو هم همین خیلی بردند، فقط اینکه مسئله استرداد این خیلی خود نیست، چون که او یک شخص رسمی، یک شخص شناخته در روسیه در بیمارخانه که کار میکرد. او مثلا گریم دکتری متخصص بودن، ایشون همچون ورچ کار میکردند. برای همین مسئله استرداد اینها در اینجا نیست و تنها با یک همین خوبی با یک گفت و شنید نرم اون کس رو وادار کردند که به تاجیکستان برند و بردند هم.
و حالا چند چیزها حالا ببینید ما با پیوندانشان تماس نداریم. پیوندانشان حتی تا اونجایی که من خبر دارم با همون فرزندانشان هم که در روسیه هستند اونقدر تماس زیچ ندارند. در یک حالت احتیاطکاری هستند، یعنی احتیاط کرده ایستادند که مثلا گریم یگان خطای نکردگی باشن بگذار چنین باشد. ما به این طرف داریم، لیکن اکی مرزاقل من مدت 5 سال است حتی در ما مشکلی های مثلا گریم بیماری ها بعضی نافهمی ها به میان می اومد، ما به کمک ایشان نیاز پیدا میکردیم. و بیگانگان و نفرانی دیگر مثلا گریم زیلیون سویتفور بودن، وقتی که ما دوستان سابق هم حزبشان مثلا گریم شاگردشان مراجعت میکردیم به سوالهای ما هفته 2 هفته 3 هفته جواب نمیدادن یا تماما جواب نمیدادن. ما میفهمیدیم که احتیاط میکردن، هرچند ما مثلا گریم با سوالهای سیاسی مراجعت نمیکردیم، فقط یگان حالت بیماری میشد. شخص نزدیکمون همین برادر بودن، همچون برادر همچون استاد بودن و چی میکردیم که کوشش میکردیم که از یک شخص نزدیک مثلا بعضی از نافهمی ها در بیماری ها وقتی که فرزنده ها خودمون به بیماری ها دچار میشدیم سوال میکردیم، دائما جواب میدادن. بعد از اون که از حزب خارج شدن، بعد از اون که احتیاطکاری رو به میان گذاشتن، حتی به این سوال هایی که طبی است به این سوال ها جواب نمیدادن. بسیار سخت احتیاطکاری میکردند. با وجود همین احتیاطکاری ها و با وجود همه اینه که مثلا گریب به همون قولی که گویا به مقامات دادن که دیگر فعالیت سیاسی نمیکنن، دیگر مقامات باور نکرد. از یک جهت اگر سخن رو بسیار نکرده باشم، از یک جهت من به این کار مقامات بسیار خرسندم. چرا؟ همین کارش رو بسیار دوام دهد. مثلا گریم شما ببینید بسیاری از هم حزبان ما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو آمدن 3 سال پیش سالهای 2017 2018 گفتن که ما شما رو میبریم، شما عریضه مینویسید، وفاداریتان به پیشوای ملت رو اعلان میکنید و ما شما رو آزاد میکنیم، با گشته میبویید، کار فعالیتتان رو در روسیه دوام میدید. بسیاری از هم حزبان ما همین کار رو کردن و در واقع یک بار رفتن عریضه نوشتن. بعضی بیزنسمن هایی که در اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن این کار رو کردن و هاکذاها. اکنون ببینید چه حادثه روی داد است. پس یک بار رفتن گشتن آمدن کار کردن، دوم بار رفتن بازداشتشان کردن، یا که حال حاضر با ایده از آنها هر ماه مثلا گریم 500 سومونی 1000 سومونی همین خیلی پولی آنها رو کنده میستند در تاجیکستان. یک بعضی از تاجران بودن، برادران که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن، همین خیلی آمده از مقامات نماینده آمده آنها را گرفته بردن. اکنون چخیل شد. همین روسیه باور کنید به یک تاجیکستان کلان تبدیل شدگی. تاجیکستان روسیه پرچم فقط همین پولی ملی همیناش فرق نکند اگر گویا که تاجیکستان یکی از ولایت یکی از سوبیکت های روسیه باشد. وقتی که یک تاجر رو مثلا بردن و گفت که من دیگر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستم و هاکذاها عرضه‌اش رو نوشت، بسیار خوب. وقتی که برگشت روسیه آمد به 30 سال روسیه استردادش کرد. 30 سال این طور هم شد. مثلا بعضی ها گشته آمدن روسیه با گشته استردادشون کرد. اونها در چه حالت قرار گرفتند؟ در همون حالت که روسیه آمده نمیتوانند، استرداد شده هستند. مثلا در تاجیکستان موندگی هستند، در تاجیکستان دو دستشون در گریبانشون بیستند. ای خدا جان امروز مرا نبرند، ای خدا جان فردا مرا نبرند. در همین حالت قرار دارند. پس چیکار کنن؟ به همین یعنی گفتی همین اکای بابا جان سوده لوحی ما همین حالت باور چیکار کنن؟ نه انکنون باقی مونده ها چیکار کرده شدن؟ باقی مونده ها
با هر راه واسطه خواهید رقم های تلفنی ما را یافته ایستادن، رقم های تلفنی محمد اقبال صدرالدین یافته ایستادن، شرف الدین گدایف را یافته ایستادن، رقم های تلفنی حسین اشرفی را یافته ایستادن، سهراب ظفری را یافته ایستادن. ما چگونه به شما پیوندیم گفته ایستادن، یعنی فریب خوردنشان را نو درک کرده ایستادن که دیگر راه نیست، یگانه راه مونده است که مبارزه برند و از این تشویش بزرگ خلاص شوند. مردم را آهسته آهسته خودی حکومت به همین وادار کرده ایستاده است. این بسیار خوب است. شو این دوستان حکومت باشند، دشمنان حکومت باشند که مردم را به این وادار کرده ایستاده، من نمیدونم، لیکن خلاصه این شده ایستاده است که واقعا مردم، خصوصا آنهایی که اندیشه آزاد داشتن، فکر آزاد داشتن، فکر مخالف داشتن و یک کشور آزاد دموکراتی دیدن میخواستند، امروز به خلاصه آمدن که دیگر به این حکومت نمیشده است و آخرین فکرشان، آخرین اندیشهشون این است که هر چیز زودتر باید از این تشویش خلاص شد. تا کی با تشویش زندگی میکنی؟ تا کی هر روز دو دسته در گریبانت میستی که یا شب یا روز تو رو گرفته میبرند؟ ولی برادر شوکت جان، برادر بابا جان، یک چیز اون باقی مانده ها گفتی، من باوری دارم که حالا اون باقی مانده ها هم باز این ضربه را میخورن، این خطا را میکنن یا نه؟ این خیلی امکانات وجود داره. من حالا یک چیزی دیگر همراه کردنی هستم. ببینید با یک برادر نهضتی بسیار چیز به همین مسئله مدیر عبدالحمیدوف من یک چیز رو اشاره کردنی هستم. یکی از سازمان های سیاسی مخالف حزب نهضت نه، با منیر عبدالحمیدوف، من نام این سازمان رو نمیگیرم، با منیر عبدالحمیدوف بس جایی که صوت شده ایستاده است یک مکتوب میفرستند که این واقعا جانبدار ما است گفته، واقعا جانبدار ما است گفته، با سود به مقامات سودی مکتوب میفرسته. من این سازمان رو نامش رو نمیگیرم، لیکن ببینید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یک دوست رفیق ما مدت 5 سال است که همین نامه رو نمیدهد و من خودم چندین بار حاضر یک دقیقه صدایم میباید؟ صدای شما است، صدای محمود جان خودش نیست. نگاه کنید، همین باعث رنجش شخصا خود من شد که نخود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یک برادری که مدت مثلا چندین سال خدمت کرده است، فعال بود، گرچند که پس پرده ها خدمت میکرد، او شخص شناخته نبود، پس پرده ها خدمت میکرد، خدمتش رو رهبریت میدوند، همه میدوند، چرا یک نامه رو نداد به همین برادر؟ اینجا که شوکت جان، اینجا سخنگوی حزب نهضت هست، از گریبانش بگیرین دیگه. نه، من گریبان تشکر میکنم حاضر، برعکس ببینید اینجا همین شب واقعا به همین خلاصه آمدم که واقعا حزب نهضت یک سر و گردن بالا مدار سیاسی داشته است. از برای چی؟ ببینید اگر همین برادر را هیچ کس نمیشناسد، نه مقامات تاجیکستان میشناسد، نه یک کسی دیگر میشناسد که او برادر نهضتی است، در نهضت کار کرده است، در نهضت فعالیت کرده است و او قضای دیگر به همین خاطر مثلا که پناهنده شده رفته است. و همون کشوری که او برادر هست این احتمال را وجود داشت که اگر حزب نهضت مثلا که یک نامه میداد که واقعا این جانبدار ما است، طرفدار ما است یا کارمند ما است، نامه میداد، حتما این نامش به تاجیکستان میرفت و حزب نهضت این برادر را پستفکه میکرد. یک برادری که شناخته نشده، از هیچ کس نمیدوند که او اعضا است یا نیست، این برادر به من نامه دهید گفت، نهضت نامه نداد، لیکن دوراندیشی نهضت تا کجای بوده است که تا این درجه می اندیشیده است، او نمره را نداد، اون نمره او پیشنهاد نکرد. اگر به همین مقاماتی که او در وی کشور زندگی کرده شده است، به همین مقامات اگر اون نمره رو پیشنهاد میکرد اعضای نهضت یا که جانبدار نهضت، حتما این مقامات این بچه را این نامش رو هرچند خودش رو نسپرده هم نامش رو گسیل میکرد. در کشور زندگی کرده شده است که انا کنون ببینید که با کشور روسیه نفره که مثلا حزبی که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شدگی است یا تروریستی شناخته شدگی است یا سازمانی که اکستریمیست تروریستی شناخته شدگی است و روسیه یک کشور کلان است، به او کشور این گونه مکتوب گسیل میکنی. برای همین واقعا
این مسئله ها به نهایت جدی مناسبت کردن لازم بوده است و این مسئولیت رو من به این خلاصه رسیدم که کی ها این مسئولیت رو حزب نهضت درک میکرده است. لیکن مدت چند سال است، مثلا از سال 2016 به بعد وقتی که به همین برادر نهضت نامه نداد ما رنجیده بودیم که چرا به همین برادر نامه نداد. امروز این شب من درک کردم که چرا نداده است. این طرف کار هست. به همین برادر مثلا گفتم نامه فرستاده شده که به روسیه که واقعا جانبدار ما است گفته. خب این هم از روی عمد نیست، این به خاطر خوبی که با اون برادر است. میخواستن با اون سازمان ها نامه تیان که هرچند خوب است، یعنی مثلا کار خوب است، کوشش شدگی، غیرت شدگی، مثلا که به نهایت حرکت شدگی که به هر راه به هر وسیله باشد همین برادر مثلا گریم چی شود به تاجیکستان استرداد نشود. لیکن مدار سیاسی نرسیدگی که یعنی آینده‌نگری نشدگی که مثلا همین نامه میتواند چی پیامدهای داشته باشد. چون که مثلا ما دیده ایستادیم، دونسته ایستادیم که اومده ایستادن با مقامات روسیه همکاری کرده، چقدر فعالان را گرفته برده ایستادن. همین مقامات روسیه اگر اجازه ندهد مگر میت شود که یگان نفر را بدون اجازه مقامات روسیه از همین روسیه گرفته برد. نمیشود. همین روسیه اجازه داده ایستاده است، همین روسیه همکاری کرده ایستاده است با مقامات تاجیکستان، با مقامات امنیتی انتظامی تاجیکستان که این کار شده ایستاده است. اگر روسیه اجازه ندهد یک نفر کمترینی تو مثلا که شهروند تاجیکستان که در روسیه هست برده نمیتواند. اول گناهش را ثابت کن میگوید مثلا شهروندای روسیه را برده ایستاده است، نه تنها شهروند خودش را داده ایستاده است روسیه. در همین حالت سوال همینجا به هر تون به برادر بابا جان، چرا مثلا دیگر فعالان تاجیک در اون تاجیک ها در روسیه دیگر امنیت ندارند از نگاه اونه که بخصوص یک گذشته سیاسی داشت، یک فعالیت میکرد، دیگر چرا مثلا به این حد رسید؟ و مثلا وضعیت از این میشود بدتر شود و چرا به این وضعیت رسید؟ به این حالت رسید؟ برادر بابا جان بعد اکلان سر کنیم. اصلا شما ببینید در روسیه و تاجیکستان یک مشکل است. مردم بیشتری حالا ما فکر میکنیم که مثلا مقامات روسیه با حکومت تاجیکستان همکاری نمیکنن، ولی بیشتر من فکر نمیکنم اینجا مثلا یک همکاری استراتژی نیست، بیشتر مسئله بیزنس است، تجارت است. روسیه هم مقامات فساد زده هستند و با پول هر کاری را انجام میتین در نهادهای همون پایینی و از همین طریق حکومت تاجیکستان هم با پول زیاده که مصرف میکنه در همین زمینه با هر چی که میخواهد دست مییابد و انا برای همین فساد زده بودن مقامات روسیه بیشتر یکی از بگیم که دلیل های امنیت نداشتن این مخالفین در روسیه گشته است واقعا هم. و من فکر میکنم که مخالفین در روسیه کمتر شاید بتونن با فعالیت بیشتر با نهادهای مربوطه روسیه همکاری و با گفتگو بتونن این مسئله را حل کنن. یک شاید که تا حدوده، آیا فکر نمیکنم که مثلا 100% مسئله این است. شاید بعضی همکاری ها هم وجود دارد، بعضی مثلا اگر شما تصور کنید که یک پروکورور وقتی که دیله یک نفر در تاجیکستان میبیند او با همتای خودش در روسیه این چیزا میفرستد، دیگه اون تحقیق نمیکنه درباره اینکه آیا این درست است یا نه اون در روسیه مثلا، چون که اون پرونده را اعتماد میکند به اون طرفی تاجیک بدگی و این مسئله مثلا در کشورهای اروپایی دیگر با این مسئله میشد طرز مناسبت کرد که با گرفتن ادوکات مراجعت به سازمان ها این ادعاها را بیکار کرد. ولی بین روسیه همچنین یک کشورهای عضو
چی میگن کشورهای مشترک المنافع یک قراردادها یک پیمانهای همکاری هست که اونها دیگر این شرایط برای اونها فراهم میارد که مثلا شهروندان را استرداد کنند و این واقعا هم جای نگرانی و خطر است برای مخالفین و میتواند که امنیت همه مخالفین را در خطر قرار بدهد. بسیار خوب برادر شوکت جان. حالا من واقعا به همین گفته‌های اکای بابا جان موافق هستم. اساساً این مسئله کروپسیا است. هم کروپسیا چنان در مقامات تاجیکستان و هم در مقامات روسیه چنان ریشه دوانده است که باور کنید همه این وظیفه‌داران منصبداران مقامات انتظامی به این قانون و قاعده های و آبروی حرمت اعتبار کشورشان توف کردند. فقط کیسه پر کردن کیسه خودشان را میدونن خلاص و از همین حالت مقامات تاجیکستان سوء استفاده کرده ایستادند. یعنی میدونن که با پول دلخواه کار را با مقامات انتظامی روسیه حل کرد. از همین سوء استفاده شده ایستاده است. حالا ببینید همین برادری که منیر عبدالحمیدوف که از شهر وحدت است و به تاجیکستان دیروز استردادش کردن، حالا در نوبت اول در زینه‌های اولی گناهکار کنی که بازداشتش کردن، یک اول دیروز گفتن که ما تو رو یک سوال جواب میکنیم بعد آزادت میکنیم، امروز آزادش نکردن، خیش تبارش رو دعوت کردن، خیش تبارش رو بازپرسی کرده ایستادن. حالا در زینه اول که هیچ گناهی از اون نیافتند، تنها همون کاغذی که در او گفته شده است که جانبدار ما بود، همون کاغذ رو گفته هستن تو فلان با فلان سازمان اکستریمیستی همراهکاری میکرده ای. او جرمش این شده ایستاده است، هیچ جرم نیافتن، همین جرم رو چسباندن، حالا که در روسیه جرمش این نبود. بله واقعا هم هر کسی که سابقه سیاسی داشت در تاجیکستان یا کاری میکرد یک فعالیتی میکرد واقعا دیگر در روسیه امنیت ندارد. مثل داملا نعیم جان که چندین بار گفتیم که از روسیه بگو که شما را مثلا با مشکل مواجه میشید. اکای میرزاخیل باور کرد در اونجا شهروندی داشت و کار میکرد، باور یعنی اونهایی که واقعا به نظرم اونهایی که کمتر جنبه یک گذشته سیاسی دارند و در تاجیکستان خود را امنیت خود را احساس نمیکنند، باید در روسیه هم به فکرم چندان دیگر امنیت نخواهند داشت. بله، حالا اونجا من یک چیز دیگر اشاره میکنم. همون دادر منیر عبدالحمیدوف ترکیه رفت و در اونجا وقتی ترکیه رفتنی بود در فرودگاه دمدیدوه مثلا گریم با یک نفر واخورد که او هم ترکیه رفته ایستاده است و دویم بار وقتی که حرکتی رفتن میکنن رو بازداشتش میکنن و به تاجیکستان استردادش میکنن و از او وقتی میپرسن میگن همراه من فلانی بود. من تاریخ خودم به ترکیه رفتنم. وقتی من به شهر استانبول بلیط گرفتم، وقتی که به ترکیه رفتنی شدم در فرودگاه مرا داشتند. گفتن کجا میری؟ وقتی مرا تنها نداشتند، یک چند نفر رو داشتند، ازبک بود مثلا گریم، قرغیز بود مثلا یک نفر، دو نفر دیگر تاجیک بود، داشتند اونها رو، هممون رو داشتند. و وقتی که از من پرسجو کردن من گفتم که مهلت بودوباشم تمام شد. مهلت بودوباشم تمام شد و تاجیکستان رفت و برگشتم فلان پول است و استانبول رفت و برگشتنم فلان مبلغ صرف می شود. من که مبلغ اینقدر کلانی به تاجیکستان رفت آمد ندارم، من ترکیه رو انتخاب کردم و گفتم که همین خیل در اینجا تحصیل دارم در مسکو، به سیسی به تحصیل آمده بودم و تحصیل تمام شد و یک مدت کار کردم که مهلت بودو باشم تمام شد. میخوام بروم با گشته بیایم و مهلت بودو باشم رو تمدید کنم. آنها از من حجت هایم رو طلب کردن. در من همراه خودم شرطنامه با دانشگاه وجود داشت، دفترچه امتحانی هم وجود داشت، بلیت دانشجویی هم وجود داشت. اینها همه رو دیدند، مرا سر دادن، من رفتم. لیکن در اونجا
در یک مدت بسیار قریب تا وقت پرواز مثلا گیم 1 ساعت 2 ساعتی که موندگی بود، ما با اون بچه‌ها صحبت می‌کردیم تو کجا رفته ایستاده‌ای، کجا میروی و هکذاها. همینه که من مثلا گیم با اون بچه‌هایی که بازداشت شدن در اونجا فرصت یافت شد که من با آنها گپ زنم، صحبت کنم، نامم چی است بگویم. همین هم مثلی همین برادر دادر منیر عبدالحمیدوف در همین حالت شدگی، وقتی که اونها را یک چند نفر رو بازداشت میکنن، شما ایستاده ایستید میگویند، اونها در جای می ایستند، با هم می ایستند، در یک جا می ایستند، بعد مسئول اومده با هم سوال جواب میکند. در همین حالت اونها یک دیگر را دیدگی هستند و همین قدر است. این تجربه خودم گفته شدم، در همین حالت اونها تقریبا همه تاجیک همین تجربه های تلخ گذراندگی است متاسفانه در تمام فرودگاه ها. این بله من یک چیز رو دیدم در همین نوع گوش کردم راستی، یک صحبت یکی از به اصطلاح همراهان احمدشاه مسعود بود که درباره افغانستان صحبت میکرد. یک سخنی بسیار عجیب گفت که برای من هم جالب بود، چون که من واقعا همون گفته اوند امروز میبینم، اشکار احساس میکنم. گفت از اون ژورنالیست از اون پرسید که وضعیت برای چی شما خواستید انقلاب کردید یا اینکه قیام کردید بر ضد حکومت، شما از این پشیمان هستید یا نه؟ گفت آخه شما چخل این سوال شما نادرست است. گفت چون که ما بر نخواستیم و قیام نکردیم، حکومت برعکس این کار مردم به این مجبور کرد. وقتی گفت حکومت تمام فشارها را برای مردم می آورد، انا عین همین چیزها گفت. وقتی گفت مثلا یک نفر یک فعال سیاسی بود، حتی خیش تبارش دیگه آرامی نداشت، فشار می آورد، اون را تهدید میکرد و حکومت وضعیت به همین جا و مردم مجبور شد قیام کنند. و امروز عین همون فشارها رو من از طرف حکومت تاجیکستان میبینم. شما ببینید امروز اگر همین وضعیت به شکل رفته ایستاده است که مردم ما مجبور شده ایستادن که دست به قیام بزنن. مردم دیگر شما همین قضیه فرودگاه اگر یاد داشته باشید، چند روز پیش مردم در فرودگاه جمع اومدن، تمامی مهاجرانی که بلیط خریده بودند پرواز کردن نتونستن. بالاخره اون دیگر چیکار کنه؟ تمام آخرین داراییش فروخت است و بلیط خریده است، پرواز کردن نمیتوند. چیکار کند؟ اون که دیگر قرض کرده است، آمده است، بلیط خریده است و پرواز کردن نمیتوند، چیکار میکند؟ مجبور است قیام کند، از حقش دفاع کند، طلب کند و برخواستن رفتن به فرودگاه دوشنبه. و امروز وضعیت مردم به همون شکل آورده ایستادن، مثل منیرها را میبرن زندانی میکنن. حالا اون 120 نفری که همش فرهنگی بودن بردن زندان کردن. امروز درست است که اونها حالا از ترس خیش و تبار اونها اینقدر ترسو شدگی هستند که یگانش آواز بلند نمیکنند که برادرها و خیش و تبار و فرزندای بیگناه ما را آزاد کنید. ولی بالاخره یک روز میشود که باز اونها هم صبرشون تمام میشود، مجبور میشوند اونها هم قیام کنند، اونها هم صدا بلند کنند و اون قدر فشارهایی که از طرف پلیس امروز بالای دیگر مردم میشود. یک نفر که میگفت کسی دیگر گاو دزدیده است، این یک نفر همین قبوردن این قدر زدن لطوکوب کردن که بعد فهمیدن که اشتباه کردن، ولی بدون یگان دلیل لطوکوب کردن. بالاخره اینها قیام میکنن، اینها برمیخیزن، میگن به حکومت که بس کن ظلمت. و حکومت واقعا هم فضا را وضعیت به سمت یک خیزش مردمی، به سمت یک اعتراض سراسری برده ایستاده است. و این چگونه که شوکت جان گفت که من خرسند شدم که با اکای میرزاقل چنین مناسبت کردن، ولی من متاسفم که واقعا میگم متاسفم که این حکومت به این قدر بیخیردان مونده است که با دست خودشون ملت به یک سمت برده ایستادن که طبیعی است وقتی که خیزش مردمی شروع می شود اون تلفات دارد، مشکلات دارد که دیگه اون حکومت بعید میدونم که این حکومت دیگه بتونه از اون رهایی پیدا از این خرسند نیستم که برادران رو بازداشت کردن. من از این خرسند هستم که بلو مردم درک میکنن، بالاخره بیدار میشوند. بله مردم اونها رو واقعا. حالا از برادر عبدالمولان یک برادر اگر منتظر است چند وقت، اگر در این مورد صحبتی دارید، نظری دارید بفرمایید. عبدالمولان
عبدالمولا السلام علیکم بفرما. برادران، آواز من هست؟ بفرما. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر. سلام عرض میکنم به شما راوی محترم و اشتراک کنندگان، به برادر شوکت، به برادر باباجان قیمزاد و به همه تماشابینان برنامه شما. و بعدا نظری خود رو نسبت این واقعه ها، قضیه هایی که حاضر شما نقل کرده ایستاده این برادر مسئله آواز شما خیلی پست است، اگر بلندتر گپ زنید. از یک دقیقه اکنون خوب شد؟ میفهمیم بسیار. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. نظری خود رو من در همین باره قضیه هایی که مسئله هایی که شما بررسی کرده ایستاده این است که شاید همین در خیلی فهمونم به شما، شاید همین اون در قضیه هایی که همین همه شهروندانی خودش رو روسیه به تاجیکستان استرداد کرده ایستاده است، اکسترادیت میکند، همین در سطح حکومت است یا که فقط در سطح همین چی است گویم در سطح همین ارگان های حفظ حقوقی که با چی داده شدند، با کروپسیا بسیارتر داده شدند. همین رو میخواستم فهمم. و دویم مسئله که من میخواستم اینجا از شمایون، از همه شمایون یک چیز رو درخواست کردنیم که خیلی که من خبر دارم برادر محیدین کبیری در برآمدی خودشان گفتند که یک کیس تیار کرده ایستادند نسبت رحمانوف و پیشبری نمودن حجت‌های جنایت‌های رحمانوف با سودی گاگا، اگر خطا نکنم. با همین من از شما خواهش میکردم با محیدین کبیری همین رو نیز رسانید یا علاقه کرده باشید. من البته میناداری شما رو، میناداری خودم رو به شما اظهار میکنم و برادر با استاد محیدین کبیری نیز همین قانون درباره پیشوای ملت مگر خود همین رو شما با زبان انگلیسی ترجمه کنید، همین بس طرز مفصل ترجمه کرده شود، مگر همین خود جنایت نیست؟ وقتی که از او در ماده 5 او قانون گفته می شود که از سال 92 وقتی انتخاب شدنی رئیس شورای عالی بودنش و تا آخر عمرش او نباید به یگان خیل چی کشیده شود، جوابگری کشیده شود و او اعضای عائله او تماما چی دخل ناپذیرند و مالکیت آنها را کسی حقوق ندارد رفته کاف تو کاف کند، آنها را یگان کس حقوق ندارد از دستش گرفته و دست گیر کند، مگر خود همین ضد قانون‌های بله عمومی خلقی عمومی بشری نیست برادران؟ همین رو آیا شما میتوانید که به استاد کبیری رسانید، یک ترجمان خوشرو، یک ترجمان باسوادی چی رو یابین همین قانون رو ترجمه کنین و به همون کیس علاوه کنین، همون سودی گاگره ممکن همون درباره همین قانونی همین جناب رحمانوف ممکن معلومات ندارن، همین ویو خونن. اگر به فکر من همین کیس یک چیزی بسیار هم یک سندی خوشرو می شود، نه؟ بله. فکر شمایان چیز در همین باره من فکر شمایان رو فهمیده میدونم. محمود جان صداتان خاموش است. محمود جان صداتان خاموش است. ما رو فهمیده یا نه؟ بله محمود جان فهمیده. محمود جان خاموش است. تو اگه محمود جان صداشو پیدا شدن من بعضی از فکر هم زنم. برادر عزیز تاجیکستان
به همین سود گاگ نیست. مثلا مدت بکنیم این بر نزدیک سود تاجیکستان هیچ مسئولیتی ندارد، میتواند که تماما اهمیت میتونه ندهد. اساسا تاجیکستان میدونه چی به همون سازمان ها عضو است، به همون کشورها همکاری میکند که اونها به تاجیکستان گرانت صدقه میدهند. اساسا به کشورهایی که به سازمانهایی که درباره حقوق بشر گپ میزند، درباره دموکراسی جامعه گپ میزند، تاجیکستان اونها رو دیپورت میکند. مثلا اگر مثل هیومن رایتس واچ که از تاجیکستان دیپورت شده است، مثلا اگر چند از سازمان‌های دفاعی حقوق بشر در تاجیکستان نمیتونند دفترهای خود را باز کنند. این یک بغیر از سازمان‌های بین‌المللی حتی در تاجیکستان دیگر کلیگه ادوکات‌های مستقل وجود ندارد که از حقوق مردم دفاع کند. ادوکات رو برای یک نفری که حقوقش رو دفاع کند، ادوکات رو دولت معین میکند که از حقوق وی یک ادوکات باید پشتیبانی کند که وی رو مقامات تفتیشاتی تعیین کرده است بیشتری وقت. برای همین وقتی که گناهکار میشوی در تاجیکستان، اگر تو رو حکومت گناهکار کند 99% به این باور میشوی که دیگر در تورمه رو رفته میگزی. برای چی؟ برای که ادوکات همچون یک جاسوسی حکومت به تو خدمت میکند. ادوکات نمیتواند ادوکات مستقل نمیتواند که از حقوق تو دفاع کند. اکنون شما ببینید این مسئله سود بین المللی، مثلا این درباره سود بین المللی گاگ اینها گپ زده شدیم، در ماده 5 سرقانون جمهوری تاجیکستان گپ زده شدیم. این ماده سرقانون جمهوری تاجیکستان نه اینکه با تفسیر و تمامی چیش حرف به حرف از طرف این مثلا پیمان ملی تاجیکستان حرف به حرف به این نه فقط سود گاگ بلکه به سازمان ملل متحد من باور دارم به دیگر سازمان های دفاع حقوق بشری جهانی با تفسیر و با تمام چیش پیشنهاد شده است، بلکه خیلی خیلی با طور وسیع پیشنهاد شده است این چیزها با طلباتش. همین بود که مثلا اگر سازمان ملل متحد کمیسیون دفاع حقوق بشری سازمان ملل متحد به تاجیکستان گفت که ما تحقیق کردیم مثلا محمد علی حید بیگناه بوده است، زاید سعید بیگناه بوده است، مثلا گریم بزرگ میریاروف بیگناه بوده است. این نتیجه کاری همین پیمان ملی تاجیکستان بود که مثلا گریم با تمام دلیل ها به سازمان ملل متحد مراجعت کرده بود و در همین نتیجه همین پرونده هاش دیده شدند و از تاجیکستان طلب کردند. ببینید که سازمان کمیسریت دفاعی حقوق بشری سازمان ملل متحد رو تاجیکستان به اعتبار نمیگیرد چیش رو طلباتش رو. حتی سازمان ملل متحد به تاجیکستان 6 ماه مهلت داده بود. این از یک ولی برادر شوکت جان این از یک جهت بد است. بین المللی ببین شوکت جان یک ده سودی بین المللی گاگ مثلا لوکاشنکو با بلاروس امضا کردگی نیست ولی تاجیکستان در این امضا کردگی است. اگر همین پرونده رحمان با اونجا برود تأثیری جدی دارد. بله. دیگه مسئله شما بگین بعد من فکر نمیکنم. بله. من از جهت خوبی اینها خوبیش این است که تاجیکستان با همین سرکشیش این چی را ثابت کرده شده است؟ دعوای مخالفین را ثابت کرده شده است که همین خیلی یکرو سرکش یاغی دیکتاتور است تاجیکستان و با سرکشیش به همین طلبات‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های دفاع حقوق بشر امروز تمام سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های با نفوذ جهانی را به این باور رسانیده شده است که در واقع تاجیکستان در حقیقت یک کشور دیکتاتوری است، در حقیقت یک کشور غیر دموکراتی است، در حقیقت می شود که به مخالفان این کشور باور کرد و این کار شده هم استوده است که نفوذ مخالفین خیلی
بالا رفته ایستاده است و باوری به مخالفین تاجیکستان در سازمان‌های بین المللی خیلی زیاد شده ایستاده است و همکاری‌های زیچ سازمان‌های دفاعی حقوق بشر چندین سازمان‌ها و مخالفین زیاد شده ایستاده است. نتیجهش همین است دیگر. سلامت باشین برادر شاکر جان. من از برادر عبدالمولان وقتی صحبت میکردم مثل اینکه آوازم خاموش بود نفهمید. تشکر میکنم برادر عبدالمولان، واقعا پیشنهاد خیلی خوب کرده. اینجا سخنگوی حزب نهضت از برادر بابا جان این پیشنهاد شما را با استاد محیدین کبیری رهبر پیمان میرساند، رهبر نهضت، و واقعا پیشنهاد خیلی خوبی هست. همین قانونی پیشوا که این انشالله امیدواریم برادر بابا جان این ترجمه شود، این قانون ترجمه شود، خیلی که برادر گفتن، و نه اینکه به انگلیسی و فارسی و دیگه زبان هم شود که مردم بخصوص اونهایی که در افغانستان ایران هستن اونها هم ببینند، همه ببینن که این برای خود چی چیزا میکنند. ولی یک چیز ملت باید فراموش نکنند که هر کاری که در این چیزایی که در قانون پیشوا آمده است هیچ فرقیتی نمیکند، زیرا این تا وقتی که خود رحمان در سر قدرت است اینها به این هم این چیزها اجرا میشوند. ولی همین که وضعیت تغییر کرد کی گارانتی میتید که رحمان دیگر در چی وضعیت میاد؟ یا فرزنداش هر کسی که جنایت کرده است، ثروت ملت رو نابود کرده است، اونا رو باید جوابگاری کشیده شوند. و این چیزی که حالا پیشوا برای خود گذاشته است، قانون پیشوا، اینم به همون چیزی است که حالا خودش در سر قدرت هست، ولی وضعیت تغییر کرد. طبعا این دیگر این یک جز چند صفحه ورق چیز دیگر بیش نیست، باز برعکس یک بدنامی برای خودشون است. برادر بابا جان اگر فکری دارید بفرمایید و بعد برادر عبدالله رو بشید. سلامت باشین. راستی تشکر میکنم از برادر عبدالمولان بود نامشون. بله بسیار پیشنهاد جالب بود، واقعا هم حتما میرسونیم به همون کمیته. امروز اتفاقا یک صحبت‌های در این باره شده است و یک خواهش دیگر دارم. راستی خیلی خوب میشود که دیگر دوستانی هم که در همین باره پیشنهادهای دارن مطرح کنن در همین برنامه، پیشنهادشون بفرستن به ما تا کار ما آسان‌تر شود. واقعا همین یک پیشنهاد خیلی عالی است، حتما اینا میرسونیم و دیگر دوستان هم که اگر درباره جنایت‌های رحمانوف و برای پیشنهاد کردن اون به سود دیگه اگر چیزی دارن حتما اونها هم پیشنهادشون رو بفرمایند، ارائه کنن. ما خوشحال میشیم و از اونها هم استفاده خواهیم کرد. سلامت باشید برادر. بسیار خوب. در همین ضمن پیشنهاد برادر بابا جان همین خبر بگیم که هر برادری که حالا برادرها که ما را تماشا دارن گوش کرده ایستادن و در آینده هم تماشا میکنن، از همه برادرها خواهش میکنیم هر کسی از این رژیم مثلا مباشر غیر مباشر به واسطه مستقیما یا به واسطه ضربه خورده است یا جنایت در حقش صادر شده است، میتواند با مثلا مخالفین در تماس شوند و با پیمان ملی و قضیه همونت در جمله دلیل ها علیه رحمان ثبت کنند. همین خلاص برادرها، یعنی خیلی خوب می شود که بخصوص اونه که مادرش ظلم کردن یا برادرش یا خودش واقعا چنین ظلمی رو روبرو شده است، میتوانند که بفرستن و در همون دلیل ها علیه امام علی رحمان در سود بین المللی ضم شود. حالا برادر عبدالله میفرمایند، برادر عبدالله بله، یا همون کسانی که در خصوص در زندان ها اگر ما یک کم تر روشن‌تر به مردم اگر برسونیم، مثلا در زندان ها بعضی خیلی از نفرانی بودن که تحت شکنجه جانشون از دست دادن، شهید شدن. اگر اون خیش تبارون اونها باشن که اونها با دلیل انا همون قضیه ها رو با ما بفرستن، صحبت کنن، برای ما روان کنن، واقعا اینها دلیل قوی هستن که بتونیم ما پرونده رحمانوف در اون دادگاه قوی تر مطرح کنیم. بسیار خوب. و بعد میشود برادر بابا جان حالا که یک صحبت در برای شگفت در هفته‌های آینده در همین باره همین پرونده و یک کمی شاید همراه بعضی مثلا حقوق‌شناسا مثل برادر جمشیدیار و دیگرها یک صحبتی بکنیم. حتی میشود استاد محیدین کبیری هم بیاید در همین باره یک صحبت بکنیم.
درست است؟ می‌شود. حالا میشنویم برادر عبدالله رو و بعد همین دیگر آخرین نفری است که این میشنویم و انشاءالله که به آخری برنامه رسیده شدیم و بفرما برادر عبدالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. می‌بخشم برنامه را کم ترک روشنی میانداخته درباره چی بود این مثلا برنامه شما کم ترک دیرترک در آمدن اینترنت ضعیف بوده. سلامت باشین برادر عزیز. ما در همین برنامه بازشگرد امروز 29 می ما در مورد همون بازداشت‌های اخیر که در تاجیکستان صورت گرفت بخصوص بازداشت اکای میرزاقول پزشک و دختر خوب و حاذق تاجیک که در روسیه کار میکرد و بعد و تاجیکستان در تاجیکستان برای عیادت خیش تبار مادرش رفت، اون بازداشت کردن. درباره این صحبت کردیم و باید چیکار بکنیم و اونهایی که گذشته سیاسی دارن اونها باید چیکار بکنن. برادر شوکت جان گفت که اینها این برادرایی که بله من خودم شهروند روسیه هستم، عین حال در شهر مسکو قرار دارم. یعنی طول یک سال است که برنامه شما تماشا میکنم و یک چند بار برنامه برآمدم کردگی هستم. حکومتی که وجه ما مشاهده کرده شدیم در روسیه یک حکومت کرپسیونی است، برای که از آدم مایده تا کلان سرکار همه در کرپسیون است. یعنی که همه وظیفه ها خریده میشن، فروخته میشن. از اون جمله شهروندای تاجیکستان که شهروندای روسیه را دارن. برای همین چخیلی که ما دیدیم همچون عزت امان برادر و شاهدین بدلوف و مثل دیگرها قپیده و فروخته و را برده شد و خواهش میکردم که همون اویله هایی که یعنی که برادر شوهر یعنی که اکواش قپیدن دزدیدن را بردن یک ویدیو ها کنن یگان نوارها کنن با همه گروه 24 با محیدین کبیری یا که با صدرالدین محمد اقبال صدرالدین با اوایو پیشکش کنن تا که آنها این برنامه ها را نشان دهند و تمام دنیا تمام جامعه با خبر باشد که در این کار پرزیدنت ما هم روسیه را یعنی که شریک است، یعنی که به این کار فساد و با این کار آدم ربایی این دولت روسیه هم یعنی که شریک است و کارهای زشت هم انجام می‌دهد. نیکمی این ها در زندان‌های تاجیکستان چخیلی که آدمایی که بر هر یک کار و به هر یک چی قپیده و دزدیده و یعنی که جزا داده میشود در ترمه ها، اما شما چخیلی که بیان کردید خیش تباره آنها را اگان نامه یکی اگان ویدیوی کنن بر همه برنامه شما کنن تا که تمام دنیا تمام جامعه دنیا از این کارهای آنها با خبر باشند و با فکر من که اگر آنها با خبر باشند کمتر هم تیزتر هم ممکن که با نیست نابود کردن حکومت ما سعی کوشش میکنند. سلامت باشید برادر عزیز، تشکر زیاد. برادر بابا جان اگر فکر نظر در آخر داشته باشید فرما و بعد برادر شوکت جان شروع کنید. جان اگر برادر اجازه باشد برادر بابا جان صحبت. بله محمود جان این برادر چیز دیگه گفتنی هستن بمونیم چیزی میگن فرما برادر. من یک خواهش کردم باشم که همه برادرهایی که نسبت آنها بلیت فروخته شد و آمدن نتانستن و بسیار در پیش عرفات های اینها اعتراض کردن، خوبتر میشه که در پیش دنیای حکومتی آمده اعتراض میکردن و اعتراض آنها به این خلایی که ما تماشا کردیم ما ای حکومت راضی هستیم و با ای پیشا راضی هستیم.
این خیر نه. اگر باید کم ترک جسوری نشان تیان، یعنی که باید بسیار جبر دیده هستند. یک خشمان گوش کردم آخران ماشینش فروخت یک ماه پیش تا حال آماده نتونسته شده است. برای همین آنها یک جمع شوند با سر یک مصلحت بیایند و در حکومت تاجیکستان اعتراض کنند و یا طلب بلیط، طلب پول خود کنند، نقصان می شود. سلامت باشید. سلامت باشه برادر. واقعا برادر عزیز خیلی پیشنهادهای خوب کردن. تشکر میکنیم از شما برای پیشنهادهای خوب. حتما باید چنین باشد و ما هم امیدواریم که دوستان و نزدیکانی که امروز بازداشت شدگی هستند حداقل ویدیو نه بگذار خطی به ما معلومات بتیان، حداقل در حال حاضر به ما معلومات ها را بفرستن. این واقعا آرزوی ما است و کمترین چیز این است که بیاین در رسانه ها خودشون صحبت کنن، فقط معلومات بتیان، بگن که همین نزدیک اونها چند سال زندان شده است، در چه حالت است، در کدام شرایط است. ولی متاسفانه امروز نیست، ولی امیدواریم میشود. این حتما باور داریم. اما در برنامه چی گفتنی هستم؟ من درباره همین در عموم یک بار نگاه کنیم. اگر به همین قضیه بازداشت ها نگاه کنیم، شما نگاه کنید از خیلی پیشتر برمیگردن همین قضیه دزدیدن افراد از روسیه. یکی از این قضیه ها معروف شد، خیلی سر و صداش زیاد شد و رسانه‌ای شد، قضیه شراف‌الدین بود. ولی بیشتر از اینها هست. شما اگر اهمیت داده باشید، خیلی های دیگر، مقصود ابراهیموف از روسیه با خیلی طرزی بگیم که وحشیانه اول مجروح کرده شد، زخمی کرده شد، بعدا دزدیده شد. ببینید احسان اودینایف اصلا ناپدید شد و که این واقعا یک جنایت بزرگ است. بیایم خوب می شود که ما یک به این شکل یک این پرونده این دزدیده شده ها، ربوده شده ها را یک طرز مطرح کنیم که جامعه جهانی به اینها بیشتر توجه کند و کشور روسیه هم به این توجه پیدا کند. دیگر نگذارد که حتی شهروندی روسیه را دارند و اونها دزدیده میشوند و پدید میشوند از روسیه. این چگونه شهروندی است؟ چگونه این پاسپورت تو چه اندازه ارزش دارد پس برای این مردم که شهروندش دارای پاسپورت روسی یک از مقامات پاکستان رو میبرند؟ خیلی عجیب است. ولی من یک چیزایی را دیده شدم، نمیدونم یک صدای دیگر میموند در این میکروفون است. من یک چیزایی را نگاه دارم، حاضر فکر میکنم واقعا هم همین اقدامات مثل همون گپی همون افغانی هست که گفت حکومت وضعیت رو تیزان و خیزش رو به وجود آورد و من فکر میکنم که این عملها در واقع آب ریختن و چی میگن روغن ریختن به آتش است. آتشی که امروز مردم از بیکاری از حکومت نفرت دارند. امروز مردم معاش درست ندارند. امروز مردم واقعا هم در یک حالت بسیار دشواری اقتصادی زندگی دارند. مردم از لحاظ روانی امنیت ندارند. چرا؟ چون که نگران فرزند و برادر و پدر و مادرش در روسیه هستند. تمام اینها دست به دست هم میدهند که یک انسان الکی آماده باشد برای یک خیزش، برای یک اعتراض. ولی با وجود این باز آمده مردم رو از روسیه دزدیده بردن و همین ناراحتی رو بیشتر کردن. این خود با فکر من که ما اگر درست نگاه کنیم حکومت با دست خود به پای خودش تیشه زده ایستاده است و این ظلم دیر نمی رود و اگر یک انسانی آگاهی در این حکومت می بود فکر میکنم که به این احمقی، معذرت میخوام به این شکل گفتم، ولی به این احمقی که کرده ایستادن به این احمقی دست نمیزدن. ولی فکر میکنم که دیگر شیوه تفکر احمقانه این حکومت همین است و با تفکر دوران جنگی که سر قدرت آمدن دیگر اینها در حالت صلح و آسایشتگی واقعا نمیتوانند یگان کار کنند. کسی که تفکرش تفکر جنگی است، تفکر دوران جنگی است، اون نمیتواند یک اندیشه سالمی دوران صلح یا اینکه سازنده داشته باشد. برای اونه که تفکر جنگی دارد همیشه باید که ناآرامی باشد، فشار باشد، جنگ باشد و این رو حکومت میخواهد به وجود بیارد.
من فکر میکنم که این حماقت است که این به اصطلاح ابله‌های با تفکر جنگی در حکومت ما وجود داشته امروز به مردم تحمیل کرده ایستادن که متاسفانه ضرر این هم به خودشون میرسد، هم به ملت و هم به کشور. سلامت باشید. سلامت باشید برادر شوکت جان. من همینجا یک چیز رو قید کردنی هستم. ببینید در سرقانون جمهوری تاجیکستان گفته می شود که همه در نزد قانون برابر هستند. بله، یعنی همه در نزد قانون برابر هستند، هیچ کس را استثنا نمی کند در همین جا. ولی در دیگر جای قانون می بیاید به رئیس جمهوری تاجیکستان به اهل اویله‌اش ایمونیتیتی آزاد بودن از جوابگیری جنایتی می دهد. این چی گفتنی گپ است؟ ایمونیتیتی آزاد بودن از جوابگیری جنایتی این است که واقعا گفتنی گپ است که واقعا اینها جنایت میکنند ولی از جوابگیری آزاد هستند. مگر همین مضمون رو نمیدهد؟ واقعا همین مضمون رو میدهد. وقتی که به یک نفر آزادی از جوابگیری جنایتی میدهی، این گفتنی گپ است که واقعا اینها در واقع جنایت میکنند ولی از جوابگیری آزاد هستند. پس این منطقی این که همه در نزد قانون برابر هستند کجا شد؟ اکنون این رو ببینید، یک نفر جنایتش ثابت نشده است، در برابر این جنایتش ثابت نشده است، تنها گمانبر است، حالا سود درباره وی قرار خودش را نبرآورده است. تمام تلویزیون های تاجیکستان میگویند که خائن را بازداشت شد، خائن تاجیکستان بازداشت شد، فلان تروریست را بازداشت کردن، اکستریمیست را بازداشت کردن و هاکذا. حالا آنکه نه تروریست بودنی وی ثابت شده است، نه اکستریمیست بودنی وی ثابت شده است. انا برای همین یک نابرابری در تاجیکستان وجود دارد که واقعا به یک ایده معین ایمونیتیت آزاد بودن از جوابگیری میدهد با قانونا از جوابگیری آزاد میکنند جنایتکار را و شخصی که اما جنایت ندارد و تنها به همین جنایتکاران معقول نیست، میخوان آن را جنایتکار حسابند و به سالانه دراز پشت پنجره زندان برند. و مردم باید بداند که شرایط را حکومت امروزه به چنین حالت آورده است که یک روز نه یک روز احتمال جنایتکار شناخته شدن است بدون هیچ جرمی امکان دارد و از این زسترخوان نیست. یگان شهروند تاجیکستان از همین زسترخوان نیست در یک حکومت دیکتاتوری که هیچ کس گفته نمیتواند که من بیگناهم، گناهکار نیستم، یعنی جنایت نکردم، در همین کشور میتوانم آزادانه زندگی کنم. بعضی من با همین سخنان رو تمام میکنم. بعضی از برادران ما بودند که وقتی ما گفتیم برادر شما خارج شوید، بیرون شوید از تاجیکستان، گفتند که ما با جناب عالیم، ما چگونه کردیم که ما پشتیبان سیاست جناب عالی هستیم. وقتی که فرودگاه آمدن از فرودگاه بازداشتشون کردن، فرودگاه آنها به خاطر گریز نبودن، به خاطر به روسیه کار کردن رفتنی بودن. از فرودگاه بازداشتشون کردن 5 سال 6 تا برآمدند. همین بسیاری از همین برادرانی که امروز چندین نفرشون با اتهام اخوانی گریزه شدند، پشت پنجره شدند و هاکذاها، اینها هم با همین شعار بودند ما با جناب عالی هستیم، با جناب عالی چگونه کردیم که خیر دین داریم، نمازمون رو میخونیم، تمام دیگر چیکار کردیم که نامزدی علم داشتن اونها مثلا دیگه و هاکذاها در دانشگاه ها کار میکردن و همیشه از وقتی که پیشوای ملت میگفتن یا جناب عالی میگفتن از زبانشان شکر میبارید مثلا گریم. لیکن عاقبت کار این شد، یعنی همین بشارت به مردم داده شده ایستاده است که این بشارت گفته نمی شود، یعنی همین خیل چی داده شده است که به مردم هیچ کس به جز همین یک توده که آنها قانونا از جنایت کنندم از جوابگریش آزاد هستند، دیگه هیچ کس گفت روسا به اصلاح زسترخوان نیست. اکنون همین حالت هیچ کس امنیت نداره دیگر. هیچ کس امنیت ندارد در تاجیکستان.
نه منصبداران رو هم دیدیم، همین مثلا گریم تاج‌الدین پیرفو، علی مردانفو، همین ها از صادق ترین شخصانی اطراف رئیس جمهور بودن، حالشون چه شد بیچاره ها. و شخصانی که با بهترین حال مثلا گریم این چندی و کماندون های فرانت خلقی هم مثلا گریم نیمشون مرد، نیمشون به قتل رساندشتن، نیمشون پشت پنجره زندان شده به قریبی برآمدن، نیمشون حالا در زندان ها پوسیده ایستادند. یعنی یگون خیلی امنیت ندارن. مثلا حتی مردم اومده مالش این نگاه کنید، مردم به همین نتیجه رسیدن که مالش این سیاستش رو دوام دادن گرد، یگون روز مرده رود گشته میبیون گفته اومدن مثلا هیچ به سیاستش خلال نرسوندن، هیچ یگون کلمه گپش نزدن، اومدن در روسیه شهروندی روسیه رو گرفته از پی کسب کار خودشون شدن، یگون کلمه زیدش گپ نزدن هم خلاص نشدن. خلاص نشدن. برای همین آهسته خودی همین حکومت خلاصه مردم رو به این آورده رسونده ایستاده است که با این حکومت دیگر نمی شود. واقعا حالا برادر شفقت جان گفتید واقعا هم همین خیلی است. مثلا حالا برادرام از درباره عزت امان میپرسند. بیچاره عزت امان اونا استرداد شد، دو ماه حبس پیشکی بود، باز این باره 2 ماه دیگه تمدید شد این حبس پیشکی. حالا نمیدونیم آینده اون چی میشه. شبدین بدلوف بیچاره چی شد، این احمد جان محمد، این برادر منیر عبدالحمیدوف، این حالا که در دوشنبه این وریانتی که شما گفتید اکی میرزا قول چی، یعنی این یک حیران میشه این حکومت به هیچ نفر، حتی اونی که سیاستمدار و غیر سیاستمدار هم هست به اینا هیچ یعنی چی ندارن، رحم و انصاف و اینها ندارن. برای همین من فکر میکنم که این همین چی که پیشنهاد کرد همین برادر یا حزب نهضت پیشنهاد کرد از تمام مخالفین، از تمامی خواهش کرد که هر کسی که مثلا در تاجیکستان کمتر فعالیت داشت یک خوفی دارد بهتر است که به تاجیکستان بر نگردد و اون مقامات باور نکند و چیزی که برادر شفقت جان پیشنهاد کرد و هیچ باور هم نکنیم که یک روز نه یک روز این سیاست رو بر ضد ما نمیاد. هزار دور باشد یک روز این بدبختی، این علاو، این آتش به سر خانه شما هم میاد. برای همین باید جدی کار کردن در کار، جدی آواز خود رو بلند کردن در کار. یک چیز دیگر که حالا پیشنهاد یک برادرها بود، پیشنهاد یک برادرها بود که گفت که چی باید خانواده ها هم فعال باشند. من هم از همه خانواده ها خواهش میکنم که از نزدیکان، از اونها که خاموش نباشن، خشتباری عزت امان، خشتباری شابدین بدلوف، رحمت جان، خشتباری همه زندانیای سیاسی، همه بازداشتگان برای خشتبار، برای آزادی اونها سعی کوشش کنند. انشالله چه خیلی که برادر شفقت جان گفتن، انشالله چه خیلی که 15 نفر اعضای حزب در سازمان ملل رفت، سازمان ملل بیگناهی اون رو ثابت کرد، امیدواریم که در دیگر نسبت دیگر زندانیای سیاسی هم صورت بگیرد. یک بار دیگر از برادر عزیز برادر شفقت جان محمد تشکر میگم که در برنامه ما وارد شدن، صحبت کردن. همچنین از همکارم برادر بابا جان قیوموف تشکر میکنم و از همه بینندگان عزیز، هموطنان گرامی از که شما تشکر میگم که با ما بودید، با ما در این وقتا بودید و اون برادرانی که خواستن صحبت کنن ولی متاسفانه حالا چند نفر منتظر هست ولی ما نمیتونیم اونها را وارد کنیم برای که وقتی برنامه هم تمام شد. یک بار دیگر امیدواریم که یک کشوری آبادتر، یک زندگی بهتر حداقل برای خود نتوانیم برای فرزندان خود مهیا کنیم. باید برای این سعی و کوشش کنیم. یک بار دیگر شامتون بخیر، موفق باشین، همیشه سربلند باشین، مواظب خودتون باشید، در پناه الله باشید. تشکر از یکایک شما. شفقت جان رحمت کلام. سلامت باشید. سلامت باشید.